درود دوستان عزیز و ارجمند من. ما امروز همراه مادر عزیز من در خانه مادر برای دیدار مادر برای تبریکات عیدی اومدیم، ولی متاسف دست خالی اومدیم، لیکن دل پر. اوچا جان من تمام مردم تاجیکستان رو بر روز عید سعید فطر تبریک گوید. بسم الله الرحمن الرحیم. من از نام خودم، از نام فرزندم، از نام رهدورا، از نام تمام مردم تاجیکستان من حق و حقوق دارم از نامشون. شمای عزیز با این روز سعید فطر از صمیم دل تبریک میکنم. خدا اله همه وقت روز روزگارتان عید باشد. خداوند کریم تمام سال برایتان خوشبختی آرزو میکنم. فرزندکاتون کلان شود الهی، به راه نه ما برای فرزندای بسیار خوبی ما رهسپار شوند، کاری ما دوام کن. الهی همه وقت موفق باشید. شما رحمت شما. از رحمت و چجوری من عید سعید فطر به همگانتون مبارک.